که فقط با یاد گرفتن و دنبال کردن قوانین میتونین زنده بمونین. قوانین چی؟ مطمئناً بزرگترین قانون خوشگذراندن، درسته کالی؟ اول از همه منو فرمانده وید خطاب میکنیم. دوما باید بگم به شدت در اشتباهی. فضا تعطیلات نیست، جای خطرناکیه. تنها سلاح در مقابلش این قوانینه. اگه نمیخوای تو سیاه‌چاله بیفتی باید به سیستم کد ضبط گوش بدی. دویدن نداریم، با دست تفنگ نساز، به خورشید زل نزن، مستقیم بایست، آب بنوش و همیشه خودتو صفر نگه دار. خوب ضد عفونی شو و همیشه توجه کن، تو زمین گلف نرو، استثنا هم نداره. اساساً برای چی گذاشتی؟ اینا قوانین فضانوردی ضبطه، همه رو یاد بگیر، کوتاهی نکن. هی بچه‌ها کلی دیگه هم هست، روی موشک کلی اختراعات خفن است و اسباب بازی پسر کوچولوها نیستن. توی کمد قفل شدن کسی که بلد نیست دست به کپسول سرماساز نمیزنه، با بخارش منجمدت میکنه. تو که نمیخوای دندونات اینطوری به هم بخوره. وقتی تو کابینی نباید سفینه رو بلند کنی، کلیدا برای اوناییه که بلدن. خودت که زبو میشناسی، مبادا بخوای بری ماه، عاقل باش. فرمون رو دستت بگیری میبریم اون به نپتون. این قوانین فضانوردی زنده نگهت میداره. هاج و واج اونجا نشین، 8095 تا قانون هست. گوندولین زپ نابغه این راهنما رو برای من و تو نوشته. برای فردایی بهتر باید همه از این قوانین اطاعت کنیم. این آزمایش نباید شکست بخوره. بیگ تک باید موفق بشه. قوانین رو شنیدین، حالا اطاعت کنین یا زنده نمیمونین که برای بقیه تعریف کنین. خیلی خوب دیگه، سوالی هست؟